سلام. با دوره تافل IBT خدمتتون هستم. اسم من حسین سیفی اراده از سایت english.ir. آدرس سایت ما رو در سمت چپ پایین میتونید ملاحظه بکنید. همونطور که میدونید تافل IBT در سال 2026 از تاریخ 21 ژانویه تغییر کرده و این دوره کاملا مطابق با تغییرات آپدیت تافل IBT ثبت شده. بریم ببینیم که توی این جلسه اول راجع به چه مطالبی صحبت خواهیم کرد. توی جلسه اول راجع به کلیات تافل IBT صحبت میکنیم. اینکه کلا تافل IBT چی هستش، تفاوت ورژن خانگی و ورژن تست سنتر تافل چگونه هستش، ثبت نام به چه صورت انجام میشه، هزینه ها به چه صورت هستش برای تافل که عمل به دلار البته خدمتتون میگم، و پروسه روز امتحان رو با هم مرور میکنیم. اگر که میخواین راجع به خود تست بیشتر بدونید و راجع به کلیاتش چیز خاصی نمیخواین بدونید و اطلاع دارید از قبل، میتونید به جلسه دوم ما مراجعه کنید. ولی اگه میخواین به طور کلی با تست آشنا بشین، هزینه ها رو بدونید، ثبت نام بدونید که هوم ادیشن چه فرقی با تست سنتر ادیشن داره، با این جلسه با ما همراه باشید. خب ببینیم که تافل اصلا مخفف چی هستش. به صورت کلی بخوام خدمتتون بگم، تست تافل به معنی Test of English as a Foreign Language هستش. تست زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی. خب مشخصه که برای خارجی زبان هاست، یعنی کسایی که مثل ما زبان فارسی صحبت میکنن یا زبان های دیگه غیر از انگلیسی صحبت میکنن. IBT هم مخفف اینترنت بیس تست هستش. معنی اینترنت بیس تست اینه که تست رو وقتی که شما روی هر کامپیوتر، چه توی تست سنتر چه توی خونه خودتون دارید میزنید و توش شرکت میکنید، روی کامپیوتر شما ذخیره نخواهد شد، توی اینترنت کلا، و بعد از تست هم دیگه هیچ کس بهش دسترسی نداره و میره به تست سنتر، به سنتر اصلی ETS، اونجا نمره دهی میشه و برمیگرده. آیلتس هم الان اینجوری شده، PTE هم اینجوریه، دولینگو هم همینطوره. تمام تست های مطرح توی اینترنت برگزار میشن این روزا. پس تافل Test of English as a Foreign Language. هدف تافل چیه؟ هدف تافل سنجیدن زبان انگلیسی شما برای سطح دانشگاهی، اینکه بتونید از انگلیسی استفاده بکنید و از سطح دانشگاهی اون رو متوجه بشید. معمولا برای اپلیکیشن های تحصیلی از تافل استفاده میشه. هستن مؤسسات کاری که تافل رو معادل سازی میکنن با نمرات آزمون های دیگه، میگن که تافل رو هم قبول میکنن. یه چیز کوچیکی راجع به پرونانسیشن تافل یادم رفت بهتون بگم، اینه که ما تو فارسی میگیم تافل، ولی پرونانسیشن اصلی تو انگلیسی توفل هستش، او تلفظ میشه. ولی چون داریم فارسی صحبت میکنیم، من از همون تلفظ فارسیش استفاده میکنم. مهارت هایی که توی آزمون تافل سنجیده میشن 4 تا مهارت اصلی هر زبانی هستن: reading, listening, speaking and writing. مهارت خواندن، گوش کردن، صحبت کردن و نوشتن. هر 4 تا مهارت نمره یکسانی دارن. راجع به نمره بندی توی ماژول بعدی، توی سشن بعدی به اصطلاح صحبت خواهیم کرد. در نهایت اگه راجع به اعتبار تافل شک داریم، باید بهتون بگم که یکی از معتبرترین تست های زبان انگلیسی در سراسر دنیاست. در کنار آیلتس تقریبا یک اعتبار دارن این دو نوع تست. آیلتس توسط دانشگاه کمبریج پروواید میشه، تافل توسط مؤسسه ETS که بسیار مؤسسه معتبری هستش، و تافل فقط یکی از محصولاتشونه. نگرانی اصلا نداشته باشید. معمولا هر جا که میخواین اپلای بکنید، هر دو تست معادل سازی شده نمراتشون و به شما میگن که چه نمره‌ای رو احتیاج دارین و میتونید همون تست رو شرکت بکنید. بسیار خوب، راجع به تغییرات سال 2021 یکم صحبت بکنیم. از 21 ژانویه 2021 تافل IBT تغییرات اساسی کردش. یکی از این تغییرات مدرن تر شدن یا مرتبط تر شدن محتوای تافل با نیازهای امروزه است. کاملا پسیج هایی که توی ریدینگ یا توی لیسنینگ میخونید یا میشنوید مرتبط با دنیای جدید هستن، همشون تو محیط دانشگاهی اکثرا اتفاق میافتن. البته اینم بگم که تافل قبلا سال 2023 آپدیت کرده بود خودش رو، همه پسیج ها آپدیت بودن، ولی خیلی به آپدیت بودن اهمیت میده مؤسسه ETS و تست تافل، و برای همین این تغییر اتفاق افتاده از 21 ژانویه 2021. نکته دیگه خیلی تغییر مهمی بودش برای سال 2021 اینه که تست ادپتیو شده یا تطبیقی شده، خودش رو با سطح شما تطبیق میده. یک مثال براتون بزنم، بعداً کاملا توضیح میدم توی جلسات بعدی. فرض کنید که دارین سوالای ریدینگ رو جواب میدین. اولین سوالی که براتون اومده جا خالی هستش، اونو خیلی خوب جواب میدید و خیلی هم سریع جوابش رو میدید. سوال بعدی یکم لولش سخت‌تر خواهد شد، چون تست فهمیده که شما سوال قبل براتون خیلی ساده بوده، یه ذره سخت‌تر رو براتون میاره. همینجوری لول میبره بالا، یا اگه خوب جواب ندید همینجوری لول میاره پایین، هی بالا پایین میکنه تا اون لول دقیق شما رو توی هر مهارت بسنجه. بیشتر سوالای تطبیقی توی ریدینگ و لیسنینگ هستن. توی رایتینگ و اسپیکینگ این خیلی کم رنگ‌تر و نامحسوس‌تر میشه در واقع.
این تغییر اصلی بودش. و نکته دیگه اینه که نمره دهی آیلتس هم تغییر کرد. قبلا فقط از 0 تا 120 نمره ریپورت میشد، الان دو نوع نمره دهی توی کارنامه شما به مدت 2 سال اولی که این تست قرار میکنه دو نوع نمره دهی براتون ارائه میشه. یکی هم 0 تا 120 قدیمه، یکیش 1 تا 6 که کاملا بر اساس استاندارد CEFR یا Common European Framework of Reference برنامه‌ریزی شده و کاملا بر اساس اون هستش. دلیلی هم که آوردن برای این تغییر نمره دهی اینه که خیلی راحت بشه با امتحانات دیگه مثل آیلتس تقریب زد رو اونها رو به راحتی به هم دیگه تبدیل کرد. اینا تغییرات اصلی هستن که توی سال 2026 اتفاق افتادن و تست از این به بعد به این صورت برگزار میشه. تمام اینا رو به دقت راجعشون صحبت خواهیم کرد. وقتی وارد هر مهارت بشیم بهتون میگم که هر سوال چگونه باید اپروچ بشه، چجوری جواب داده بشه و اصلا چطور تغییر میکنه و به لول های بعدی میره. بسیار خب، چه کسانی به تافل احتیاج دارن؟ اولین کسانی که به تافل احتیاج پیدا میکنن کسانی که میخوان از طریق تحصیلی مهاجرت بکنن، برای یونیورسیتی ادمیشن یا ورود به دانشگاه به این مدرک احتیاج دارن. توی هر دانشگاهی که وارد بشین، به دانشگاه معتبر، اکثرا تست تافل رو قبول میکنن و بهتون میگن که چه نمره‌ای برای هر مهارت احتیاج دارید. قبل از اینکه پروسه رو شروع بکنین حتما مطمئن باشید که میدونید چه نمره‌ای رو احتیاج دارید برای هر تستی از جمله تافل. نکته دیگه اینه که اگه تو اون ادمیشن موفق بخواید بشین و اسکالرشیپ بگیرید، خیلی وقتا بهتون میگن که نمره بالایی توی تافل یا آیلتس یا هر امتحان دیگه باید بگیرید. پس تافل برای بورسیه هم کاربرد داره. نکته دیگه در مورد اینه کسایی که میخوان یک مهارت خاصی رو گسترش بدن یا توی رشته خاصی اپلای بکنن و مهاجرت بکنن، خیلی وقتا به یک proof of English proficiency احتیاج دارن. یعنی اثبات بتونن بکنن با یه مدرک بین‌المللی که زبان مناسبی برای اون شغل دارن، که تافل میتونه یکی از اون مدارک باشه. و در نهایت برای همه ما ایرانی ها immigration purposes یا مقاصد مهاجرتی داره تست تافل. خیلی از کشورها تست اصلی که قبول میکنن برای مهاجرت از خیلی از کشورهای دیگه از جمله ایران اینه که تست تافل شما بتونید نمره خوبی توش گرفته باشید. نمرات خوب تافل وقتی از 0 تا 120 بود، از نمره 80 به بالا، میتونم بگم از 90 به بالا در واقع شروع میشد، زیر اون کسی جایی قبول نمیکرد. ولی الان که شده 1 تا 6، از 4 4.5 به بالا دیگه نمرات خوبش شروع میشن. همونطور که گفتم راجع نمره بندی هم بعداً صحبت خواهیم کرد. ادامه بدیم ببینیم که اکسپریانس شما یا اون تجربه شما توی تست سنتر به چه صورت خواهد بود. این عکسی که مشاهده می‌کنید یک عکس واقعی از یک تست سنتر تافل. همونطور که می‌بینید به صورت باجه هسته، شما هیچ کسی رو نمی‌بینید، یعنی هیچ امکانی اصلا برای تقلب وجود نداره، مخصوصا با تطبیقی شدن تست که دیگه اصلا نمیشه تقلب کرد. و یه افرادی هم هستن در طی آزمون که اونجا حضور دارن، مراقب هستن، به حساب پراکتر هستن. لوکیشن تست میتونه تست سنترهایی باشه که توی عکس مشاهده میکنید، در تمام دنیا وجود داره. توی ایران هم خیلی مراکز معتبری هستن و وجود دارن. خیلی از مراکز دانشگاهی هم حتی تست تافل رو برگزار میکنن. محیطی که هستش کاملا استاندارده، کاملا ایمنه، همونطور که گفتم خدمتتون. مراقب ها آن سایت، یعنی توی سایت تست سنتر حضور دارن و بهتون کمک میکنن اگه مشکلی باشه. معمولا مشکل خاصی پیش نمیاد، ولی اگه مشکلی باشه اونجا هستن و بهتون کمک خواهند کرد. و در نهایت تجهیزاتی که احتیاج دارین توی تست سنتر در اختیار شما کاملا قرار میگیره. کامپیوتر یا لپتاپ چه دسکتاپ هستش، هدفون بسیار با کیفیت که یک میکروفون هم داره برای اسپیکینگتون و همه اونجا در اختیار شما قرار میگیرن. از لحاظ تجربه آزمون در تست سنتر اصلا نیازی نیستش که نگرانی خاصی داشته باشید. اما وقتی که میخواین توی خونه خودتون این تست رو شرکت بکنین، باید دقت بکنین که اکویپمنت که با خود شما هستش، تجهیزات با خودتونه و سایت ETS یک لیست کاملی داره از چیزایی که شما احتیاج دارید توی هوم ادیشن. بریم یه ذره تفاوت‌های هوم ادیشن با تست سنتر ادیشن رو ببینیم. به اصطلاح خوبی هوم ادیشن اینه که کانوینینس داره، شما توی خونه خودتون هستید، اون استرس محیط آزمون رو اصلا نخواهید داشت. از لحاظ سکیوریتی همچنان بسیار ایمن، امکان تقلب تقریبا وجود نداره، مخصوصا توی تست جدید توی سال 2026 با این تطبیق شدنش تقریبا امکان تقلب اصلا وجود نداره. و بدونید که هم AI یا هوش مصنوعی و هم یک انسان آنلاین شما رو تماشا میکنن و اگر که متوجه بشن که تقلبی صورت میگیره، تستتون رو همونجا پاز نمیکنن یا استاپ نمیکنن، ولی بعدا به شما اطلاع میدن که حتی دیسکوالیفای شدین و شاید دیگه نتونین حتی تست رو شرکت بکنید. و معلومه وقتی که دیسکوالیفای میشین از تست، توی بلک لیست میمونید. اینترنشنال تست های مطرح دیگر رو هم تا مدت محدودی نمیذارن که شرکت بکنید با همون پاسپورت نامبری که دارید. اکسسیبیلیتی بسیار خوبی داره وقتی توی خونه خودتون دارید
این تست رو میزنید و کسایی که به تست سنترها دسترسی ندارن، بعضی از کشورها هستن که اصلا تست سنتر خاصی توشون وجود نداره، خوشبختانه تو ایران ما داریم هنوز سنترها رو، و کسایی که استرس زیادی میگیرن توی تست سنتر یا مراکز آزمون، هوم ادیشن براشون بسیار مناسبه. کانتنت آزمون عیناً همون کانتنتیه که شما وقتی که توی مرکز آزمون یا همون تست سنتر حاضر بشین براتون میادش، هیچ تفاوتی نداره، همون فرمته، همون تایمینگ، همون کوئسچن تایپ ها هستن و همون نمره دهی برای شما لحاظ میشه. خب از اینجای ویدیو به بعد من میخوام راجع به هوم ادیشن یکم صحبت بکنم. اگر که نمیخواین تافل رو در خونه خودتون بدید و میخواین که به تست سنتر برید، بهتره که این قسمت ویدیو رو اسکیپ بکنید، تقریبا 5 دقیقه دیگه بزنید جلو و بقیه ویدیو رو تماشا بکنید. ولی اگر که میخواین با هوم ادیشن آشنا بشید، پیشنهاد میکنم که بمونید 5 دقیقه با ما و ببینید که چطور انجام میشه. تفاوت‌های اساسی نسبتاً داره توی برگزاریش، نحوه برگزاری و نحوه مراقبت از اینکه تقلب توش صورت نگیره. ولی در نهایت اینو در نظر داشته باشید که اعتبار تافلی که توی تست سنتر داده میشه همچنان بالاتر. خیلی از دانشگاه ها، مراکز آموزشی، مراکز کاری، تافلی که توی هوم ادیشن به صورت هوم ادیشن گرفته شده باشه، توی خونه خودتون انجام شده باشه رو قبول نمیکنن از شما، چون درسته که میگیم امکان تقلب وجود نداره، ولی در نهایت هستن کسانی که یک روش‌های عجیبی پیدا میکنن و تقلب بسیار خوب. چند تا از تغییرات اصلی، یکی محیط آزمونی که قبلا راجعش صحبت کردیم، این مسئولیت شما خواهد بود که مطمئن بشید اتاقی که توش دارید تست رو میدین توی خونه خودتون کاملا ساکته و هیچ کس دیگه تو اتاق نیستش. اگه کس دیده بشه یا سر و صدایی اتفاق بیفته که اگزمینر فکر کنه شما دارین تقلب میکنین، کل تست شما منتفی میشه. تجهیزات شما، تجهیزات خودتون باید پروواید بکنید، خودتون باید تهیه بکنید. یه کامپیوتر خوب، چه دسکتاپ چه لپتاپ فرقی نمیکنه، دوربین یا همون وبکم، میکروفون و اسپیکر. شما اجازه ندارید از هدفون استفاده بکنید، حتما باید اسپیکر داشته باشه دستگاه شما. نوت تیکینگ یکی از مهارت‌های اصلی تست تافل، نوت برداری به اصطلاح. توی هوم ادیشن یه اتفاق عجیبی میفته، اونم اینه که شما نمیتونید رو کاغذ نوت بردارید، چون که اگزامینر یا اون پراکتر یا اون مراقب شما میخواد ببینه شما کجا دارید نوت برداری، نکنه کاغذ دیگه اونجا باشه که روش مطالبی به انگلیسی نوشته شده باشه از قبل. برای همین فقط شما میتونید یک وایت بورد داشته باشید، با ماژیک وایت بورد رو اون نوت برداری کنید یا اینکه از یه تلق استفاده کنید که ترانسپرنت دو طرفش معلومه، رو اون بنویسید و بشه پاکش کرد. یک شیت تلق فقط میشه استفاده کرد یا یک تخته وایت بورد کوچیک که بشه روش نوت برداری کرد. اینو در نظر داشته باشید. از کاغذ استفاده کنید تقلب محسوب میشه توی ورژن هوم ادیشن، چون که نمیتونن شما رو بگردن قبل از ورود به آزمون، برای همین حتما باید ببینن که کجا دارید نوت برداری میکنید. تغییرات دیگه ای که بخوام بهتون بگم اینه که پراکتر یا همون مراقب رو گفتیم که یک انسان داره شما رو آنلاین تماشا میکنه و AI هم همزمان داره بهش کمک میکنه که متوجه بشه که شما دارید تقلبی میکنید یا نه. AI مانیتورینگ هم وجود داره. هر رفتار مرموزی داشته باشید ممکنه که به اون تقلب، به عنوان تقلب تلقی بشه. یه روم اسکن شما دارید قبل اینکه تست شروع بشه، ازتون میخوان که با وبکمتون یا تکون دادن لپتاپ و وبکم اگه اکسترناله بچرخونیدش، کل اتاق رو ببینن درش بسته باشه، هیچ کسی دیگه تو اتاق نباشه، هیچ صدای اضافی نباید بیاد از بعد از اون، فقط خودتون صدای تایپ کردن و حرف زدن و کلیکای ماوستون باید باشه. این خیلی امنیتی برگزار میشه، باید حواستون بهش باشه. هیچ بریکی نمیتونید وسطش داشته باشید. توی هوم ادیشن اصلا امکان بریک داشتن وجود نداره. unscheduled break are not allowed. معمولا بعد از ریدینگ و لیسنینگ یه 10 دقیقه به شما یک بریک تایم میدن که اگه بخواین آبی بخورید یا سرویس بهداشتی برید، ولی توی تست سنتر این اتفاق میفته. توی هوم ادیشن هم این اتفاق میفته، ولی بهتره که اصلا استفاده نکنید، توی اتاق بشینید و ادامه بدید تستتون رو کاملا. یک چیزی که هستش که چرا مردم میان اصلا به هوم ادیشن روی میارن، نکاتی که هستشون فلکسیبیلیتی هست. شما تو خونه خودتونید، زمان تست با خود شماست، شما هر زمان که بخواید میتونید شروع بکنید، هر ساعتی که بخواید. راحتی که تو خونه دارین مد نظر هستش توی هوم ادیشن. اکسسیبیلیتی بسیار بالا، اینکه هیچ تست سنتری شاید نزدیکتون نباشه یا اصلا شما یه ساعت خاصی بلند میشید از خواب که نمیتونید به تست سنترها برسید برای ساعتایی که در اختیارتون میذارن. این یه نکته دیگه هستش که میشه در نظر گرفت. و اینکه استرس شما از همه مهمتر اینه که استرس خاصی نخواهید داشت. البته تست تافل طوری طراحی شده که شما استرس نگیرید، چون هیچ انسانی رو شما در واقع نمیبینید، فقط موقع ورود به تست و بعدش هم توی باجای خودتون
قرار میگیرید و شما کلا با کامپیوتر هستید. حتی موقع اسپیکینگ یه سری سوال برای شما پخش میشه و شما اونها رو جواب میدید، ضبط میشه. دوباره هیچ انسانی رو شما نمیبینید که بخواید ازش استرس بگیرید، ولی کلا تست سنتر برای خیلی از افراد ممکنه که مایه استرس باشه. چیزایی که باید برای هوم ادیشن داشته باشید: یک دسکتاپ، یک کامپیوتر خانگی یا یک لپتاپه که کانفیگوریشنش روی سایت قرار میگیره که چه امکاناتی باید داشته باشه، رم و سی پی مورد نیاز هستش اونجا. من زیاد راجع به اینا توضیح نمیدم. اپراتینگ سیستمتون میتونه هر چیزی باشه، هم مکینتاش هم ویندوز قابل قبوله، براوزرتون کروم یا فایرفاکس. ولی اینو بگم که هر براوزری استفاده کنید، در نهایت وقتی که تست رو ثبت نام بکنید، هزینه رو پرداخت بکنید و بوک بکنید تاریخ دقیقو، یک اپلیکیشن روی کامپیوتر شما نصب میشه. شما فقط از طریق اون اپلیکیشن میتونید تست رو بزنید، نه از طریق براوزرهایی که دارید که تو اون اپلیکیشن کاملا هوش مصنوعی خودشون قرار گرفته و وبکم رو کنترل میکنن و همه چی کاملا براشون قابل دیدن هستش. دوربین شما میتونه اینترنال باشه، روی لپتاپتون باشه، اینکه اکسترنال باشه، یه وبکم دیگه بخرید روی دسکتاپ یا لپتاپ نصب بکنید، فرقی نمیکنه. میکروفون هم همینطور میتونه بیلت این یا اینترنال باشه یا اینکه اکسترنال. اسپیکرها اینترنال یا اکسترنال باشه قبوله، ولی هدفون نمیتونین استفاده کنین، چون ممکنه فکر کنن که تو هدفونتون کسی داره به شما کمک میکنه. ایرباد، ایرپاد، هر چیزی، هدفون اصلا نمیشه استفاده کرد به هیچ وجه. باید اسپیکر داشته باشید. اسپیکر اگه دسکتاپ باشه که جدا، اگه لپتاپ باشه که روی خود لپتاپ نصبه. و کانکشنتون حتما باید استیبل باشه. توی ایران معمولا سخته کانکشن استیبل پیدا کردن، ولی بهتره که یه کانکشن استیبل پیدا کنید اگه میخواین توی خونه خودتون تست رو بزنید که هیچ قطعی نداشته باشه. اگه قطع بشه دوباره ممکنه فکر کنن دارین تقلب میکنین، یا اینکه اصلا بفهمن که خب اینترنت قطع شده و دوباره مجبورین از اول تست رو بدید و سوالا کاملا متفاوت خواهد بود. ریکوایرمنت هایی که شما دارید و قوانین رو یه دوره‌ای بکنیم پس با هم دیگه. اینه که اتاق شما باید کاملا خصوصی باشه، هیچ کس دیگه توی اتاق نباشه. میزی که روش دارین امتحان میدید کاملا باید پاک باشه از هر چیزی که فقط لپتاپ یا دسکتاپتون روش باشه. یه لیوان آب باشه اشکالی نداره. برای نوت تیکینگ گفتم خدمتتون که چجوری باید انجام بشه. اون وسیله‌های نوت تیکینگ هم میتونه روی میز قرار بگیره. کتاب نباید رو میز باشه، هیچ نوت یا کاغذی نباید باشه، تلفن یا موبایل نباید نزدیک شما باشه، اصلا تو اتاق هم نباشه بهتره. پراپر لایتینگ خب خیلی مهمه، اون نور پردازی مهمه که تصویر شما کاملا به وضوح مشخص باشه. دوربینتون باید کیفیتش خوب باشه حتما. و الکتریک دیوایس اصلا نباید نزدیکتون باشه، همونطوری گفتم گوشی تلفن اصلا نباید نزدیکتون باشه. و کلاه نباید بذارید به هیچ وجه، چون باید گوشهای شما رو ببینن، تجهیزاتی به سر شما وصل نباشه. هدفون به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. اینا نکات اصلی یا قوانینی هستش که توی هوم ادیشن شما باید رعایت بکنید. خیلی دیتیل تمام اینا به صورت جزئی روی سایت خود ETS توضیح داده شده. وقتی بخواید هوم ادیشن رو ثبت نام کنید، یک بروشورهایی هستش بهتون نمایش داده میشه و تا وقتی ما رو کامل نخونید نمیتونید برید مرحله بعد، چون میخوام مطمئن باشن که شما همه چیز رو مطمئن خوندید، متوجه شدید و بعدش میخواین که تست رو ثبت نام کنید. خب از این قسمت بود بعد از هوم ادیشن خارج میشیم، برمیگردیم به تست اصلی و کلیات تست که چجوری برگزار میشه. رجیستریشن پروسس یا پروسه ثبت نام ما به چه صورت انجام میشه. خیلی ساده است، اینو سریع خدمتتون بگم، واقعا چیز خاصی نداره برای این دوره که بخوام روش تمرکز بکنم. باید یک اکانت روی سایت ETS بسازید. خیلی از مؤسساتی که تو ایران برگزار میکنن تست خودشون این کارو برای شما انجام میدن، ولی ساختن اکانت روی سایت ETS هم بسیار کار ساده ای هستش. تست فرمتتون رو انتخاب میکنید که تست سنتر یا هوم ادیشن، تاریخ و روزتون رو انتخاب میکنید اگه تست سنتر هستش، اگه هوم ادیشن خودتون میتونید هر روزی که بخواید شرکت بکنید. و پرسونال اینفورمیشن، پاسپورت، آیدی، هر نوع آیدی که بخواید باید در اختیارشون بذارید. هزینه رو پرداخت میکنید و یه ایمیل دریافت میکنید که تست شما بوک شده، هزینه پرداخت شده و تست و تمام مطالبی که تست دیت و تمام مطالبی که احتیاج دارین رو در اختیارتون میذارن. راجع به هزینه صحبت کنیم، ببینیم که هزینه تافل چقدر هستش. توی کشورهای مختلف متفاوته، ولی در کل بخوام بگم از 200 تا 300 دلار آمریکا هستش. توی ایران تقریبا حدود 250 دلار هستش این تست موقعی که برگزار میشه. فرقی هم نمیکنه توی هوم ادیشن توی خونه بخواید تست بدین یا توی تست سنتر، هزینه یکسان هستش چون کانتنت تست عیناً یکیه. یه سری ادیشنال فی یا هزینه‌های اضافی ممکنه داشته باشه به خاطر اینکه مثلا لحظه آخری ثبت نام می‌کنید، ممکنه هزینه اضافی از شما بگیرن، یا تست رو بخواید تغییر بدید تاریخش رو اسکیجول بکنید یا اینکه کنسل بکنید، حتی پارشال ریفاند به شما میدن، کل پول به شما برنمیگردن اگه کنسل بکنید. و البته ساعت‌هایی داره، تاریخ‌هایی داره، مثلا 2 روز قبل 3 روز قبل فرق می‌کنه، وارد اون جزئیات نمیشم الان. و ادیشنال اسکور ریپورتس، گاهی وقتا اسکور ریپورت رو به صورت پرینتد، این روزا کسی اینو درخواست نمی‌کنه، ولی خیلی وقتا بخواید به صورت پرینت شده براتون پست بشه قطعا هزینه‌اش رو از شما دریافت می‌کنن. خیلی کلیات رو گفتم تو این چند دقیقه بهتون، امیدوارم که اطلاعات مفیدی تحویلتون داده باشم. بریم راجع به مطالب دیگه‌ای صحبت بکنیم در تست تافل IBT.
یه سری توصیه ها بهتون میکنم برای روز امتحان و قبل از امتحان. حتما به اندازه کافی استراحت کرده باشید، دیگه قطعا خودتون رو میدونید، غذای مناسب بخورید، حتما زودتر برسید. اگه توی تست سنتر امتحان میدید حداقل خودشون به شما میگن، خودشون میگن 1 ساعت، ولی شما حداقل باید نیم ساعت زودتر اونجا باشید، چون کار داره امور ثبت نام شما، امور اینکه رسیدگی بکنن و داخل با جا بتونید بشینید. اگر که آنلاین یا به صورت هوم ادیشن دارید امتحان میدید حتما زودتر وارد اون برنامه، وارد اون سایت بشید، 15 تا 30 دقیقه زودتر اونجا باشین که اینترنتتون استیبل بشه کاملا. و در نهایت آیدیتون همیشه کنارتون باشه. آیدی مناسب برای تست های بین‌المللی معمولا پاسپورت شماست، حتما کنار خودتون داشته باشید، چه برای هوم ادیشن چه در تست سنتر. همینا روی سایت قرار گرفته و بهتون توضیح داده خواهد شد قبل از ثبت نامتون. کارهایی که روز ثبت نام یا روز امتحان توی تست سنتر انجام میشه اینه که حتما پاسپورت همراهتون باشه که پاسپورت اکسپایر نشده باشه. قطعا کانفرمیشن ایمیل خوبه که با خودتون داشته باشید. اون ایمیلی که بعد از پرداخت هزینه گرفته خوبه که پرینت کنید همراهتون داشته باشه که اگه مشکلی پیش اومد بتونید از کد رهگیری که تو اون هستش استفاده بکنید. و هیچ آیتم پرسونالی با خودتون نبرید، هیچ نمیذارن وارد تست سنتر بکنید. شما کیف نمیذارن ببرید، گوشی همراه که قطعا نه، هیچ کاغذی نمیتونید با خودتون ببرید، غذا هم همینطور. آب و شکلات توی تست سنتر هست در اختیار شما قرار میگیره. اگه این آیتما رو ببرید هم قبل از ورود به اتاق اصلی تست اونا رو توی کمدی باید قرار بدید. اونجا معمولا کمد هستش، لاکرهایی که با کلید در اختیار شما قرار داده میشه. بعد از تست میتونید اونها رو تحویل بگیرید. خب برگردیم به هوم ادیشن. خیلی کوتاه بهتون بگم که روز امتحان دوباره چه چیزایی احتیاج دارید. حتما سیستمتون چک کنید قبلش که کرش نکنه، اینترنتتون استیبل باشه، ورک اسپیس یا اون مکانی که میخواین توش تست بدید کاملا راجعش صحبت کردیم که چه جوری باشه، کاملا ساکت و عاری از هر گونه وسایل الکترونیکی و کاغذ و اینجور چیزها. آیدیتون همراهتون باشه حتما یا اون پاسپورتتون. از وب کم ویو یا اون ویویی که اگزامینر میتونه شما رو ببینه اصلا نباید خارج بشید به هیچ وجه. هر وقت خارج بشید تستتون در واقع بعد از اول بدید، یا اینکه میگن تقلب کردید دیسکوالیفایتون میکنن. و کامیونیکیشن ویت پراکتور اصلا وجود نداره به صورت حرفی، ولی یه چت باکسی هستش که اگه مشکلی تو تستتون وجود داشته باشه میتونید از اون استفاده کنید، پیام بدین، اونا هم سریع جوابتون میدن چون آنلاینن همیشه. پراکتور هم مراقب امتحانتون هستش که داره شما رو تماشا میکنه آنلاین هر موقعی که شما آنلاین باشید و تست رو در حال انجامش باشید. پس نمیتونید صحبت بکنید ولی از طریق چت باکس میتونید این کار رو انجام بدید. قوانین و اون رفتاری که باید داشته باشین یه دوره‌ای بکنیم. متریالی که بهتون گفتم همراهتون نباشه، اصلا نباید پیشتون باشه. قطعا صحبت کردن به هیچ وجه جایز نیستش، چه توی تست سنتر که اصلا چون مراقب اونجا وجود داره، توی هوم ادیشن هم اصلا. حتی اگه با خودتون آروم ویسپر بکنید یا آروم آروم صحبت بکنید، یه ذره بلند باشه، اون احساس کنید کسی کنارتونه که داره میشنوه، دوباره تست رو بعد از اول شرکت بکنید و تستتون ملغا میشه. موبایل فون نباید باشه، الکترونیک دیوایس نباید کنارتون باشه. تست سنتر رو اصلا ترک نکنید. توی وقتی که دارید توی سنتر اصلی امتحان میدید، توی مکان اصلی امتحان میدید، نمیتونید یهو میزتون رو ترک کنید به بهونه مثلا دستشویی رفتن یا آب خوردن. حتما باید قبلش اجازه بگیرید و معمولا هم نمیشه اصلا این کار کرد چون زمان خیلی محدوده. بهتر که این اتفاق نیفته. هوم ادیشن هم که وب کم ویو رو اصلا نباید ترک بکنید، اصلا از اون دید وب کمتون نباید خارج بشید. به هیچ وجه از اپلیکیشن های ریکوردینگ یا اسکرین شیر و اینجور چیزا استفاده نکنید. چون متوجه میشن اون اپلیکیشنی که دانلود میشه روی کامپیوتر شما دسترسی داره که بتون متوجه شه اگه چیز دیگه ای ران داره میشه یا اپلیکیشن دیگه در حال ضبط کردن یا شیر کردن اسکرین شما هستش و دوباره تستتون ملغا میشه و احتمالاً به عنوان تقلب شما رو دیسکوالیفای میکنن. بریک تایم هم که گفتیم که ندارید، مگه اینکه بعد از ریدینگ و لیسنینگ یه چند دقیقه به شما بریک میدن که آبی بخورید یا استراحت کوچیکی بکنید. وسطش نمیتونید تست رو ترک بکنید به هیچ وجه. خب حالا اینکه بعد از تست چه اتفاقی میفته رو هم راجعش صحبت بکنیم. شما آنافیشال اسکورتون رو در جا دریافت میکنید. فرض کنید که ریدینگ و لیسنینگ و رایتینگ و اسپیکینگ هر 4 تا مهارت انجام دادید و بعد از اینکه تمام میشه تستتون شما نمره ریدینگ و لیسنینگ رو در جا روی صفحه میبینید. بهش میگن آنافیشال یا غیر رسمی، چون که ممکنه یکم نمرتون تغییر بکنه بعد از اینکه یه انسان یا اون پراکتور مراقب آزمون بیاد امتحان ضبط شده شما رو تماشا بکنه. ممکنه احساس بکنه که یه مشکلی وجود داشته و تغییرش بده، ولی معمولا توی 99% موارد همون نمره توی کارنامه شما قرار میگیره. میمونه نمره اسپیکینگ و ریدینگ شما که ظرف مدت 4 تا 8 روز در اختیار شما قرار میگیره. توی تست جدید از 21 ژانویه 2026 خیلی میگن که حتی زودتر از 4 روز هم تستشون در اختیارشون قرار گرفته.
نتایج نهاییش. پس خیلی خیلی سریع نتایج رو شما خواهید دید، چون دیگه هوش مصنوعی هم داره بهشون کمک میکنه. دریافت کنندگان نمره شما رو از قبل باید مشخص کنید وقتی که میخواین که جای خاصی اپلای بکنید. اگه خودتون نمیخواین بفرستین از طریق ایمیل نمرتون رو برای دانشگاه، باید به سایت ETS بگید، اون سایت ها رو وارد بکنید که اون نمره براشون فرستاده بشه، کارنامه اصلی شما براشون فرستاده بشه. توی پروسه ثبت نام این رو ازتون میپرسه و میتونید واردش بکنید و بعد از اینکه نمرتون توی 4 روز، ظرف 4 تا 8 روز به دستتون برسه، برای اون هم درجا فرستاده میشه. و ولیدیتی یا اعتبار تست شما هم تا 2 سال هستش. بعد از 2 سال باید دوباره شرکت بکنید. هستن مؤسساتی که میگن حتی تا 3 سال همون تست رو قبول میکنن، ولی خیلی کمه. بهتره که هر 2 سال این تست رو دوباره انجام بشه تا اینکه ولیدیتی سر جاش بمونه. خب کلیات آزمون رو با هم دیگه مرور کردیم توی این جلسه. سعی کردم فقط چیزایی که قبل از تست، روز تست و حتی بعد از تست براتون اتفاق میفته خیلی سریع بهتون بگم. توی ویدیوهای بعدی با من همراه باشید. فراموش نکنید من حسین سیفی راد هستم از سایت english.ir و آدرس سایت رو هم میتونید پایین صفحه سمت راست مشاهده بکنید. سایت ما ارائه دهنده پکیج های خودخوان به صورت ویدیویی که شما داخل یکیش هستید هست و همچنین منابع دانلودی زبان انگلیسی هم روی سایت ما قرار میگیره که اکثرا هم به صورت رایگان هستن. حتما استفاده بکنید از سایتمون. ما الان راجع به بیسیک تست تافل مطالبی رو میدونین، هم راجع به هوم ادیشن هم راجع به تست سنتر ادیشن. شما میدونید چجوری ثبت نام میکنید، چجوری آماده بکنید اون محیطی که میخواین توش امتحان بدید رو. و ماژول بعدیمون راجع به تست فرمت هستش که هم راجع به سکشن های مختلف، این 4 تا مهارت اصلی، راجع به تایمینگ هر مهارت و همچنین راجع به نمره دهی صحبت خواهیم کرد، مخصوصا نمره دهی جدید. کاری که ازتون میخوام انجام بدید اینه که به سایت ETS مراجعه کنید، ets.org/TOEFL و ببینید که چه متریال اونجا هستش که خودتون میتونید به صورت مجانی هم ازش استفاده بکنید. معمولا سایت ETS خیلی جنرس، خیلی بخشنده است، تمام متریال رو خودش اونجا قرار میده برای دانشجوها که بتونن استفاده بکنن، هم به صورت رایگان هم به صورت پولی اونجا هستش و میتونید استفاده بفرمایید. پس اگه موافقین با من دکمه استارت رو بزنید و شروع بکنیم جرنی یا اون سفر خودمون رو داخل مهارت‌های مختلف تافل و اینکه هر کدوم رو چجوری انجام بدید، نمره دهی چجوریه و انواع سوال‌ها رو بشناسیم و بتونیم ان شاءالله تست تافلمون رو به خوبی از پسش بر بیاریم و پروسه مهاجرتمون رو کامل بکنیم. مرسی، با من همراه باشید.